از معراج که هر طریق سخنی میگو کی را در بهشت دید، چی دید، هر یکی را بیان میکرد. بلال حبشی آمد در پاهای رسول اکرم افتاد. بلال حبشی اشک ریزان گفت که یا رسول الله، گفت آیا همه را دیدی؟ صحابه ها را دیدی؟ چهار را دیدی؟ خلفای راشدین همه را دیدی؟ آیا در یگان مکان آیا ما به خاطرت رسیدم یا نه؟ رسول اکرم گفت که بلال، گفت تو در ساق عرش ما بودم، به خدا نزدیکی آواز پای تو به گوشی ما رسی. گفت در همونجا ما بهشت به تو بخشیدم. بلال چی گفت؟ پیش گفته پیامبر خدا را بهشت گفته بود که بلال تر هم نمیخره، پروای تم نداره. بلال گفت که ای رسول الله، گفت آنچنان عشق الله تیری او بر سینه من زدگی هست، دل من آنچنان سوختگی هست، نیست شدگی هست که بهشت بیادی من هم نمیزند، پروای بهشتم ندارم. بلال چی گفت؟ آن سوز دلی آن دمم فرستم که با فلک، گر بسوزد پر و بال ملک معذورم. او سوز و او آتش و عشق که من دارم به الله، گفت اگر همون سوزش عشق من به آسمان برای پر و بال فرشته ها را بسوزانه، اگر گفت مرا معذور بدارین که به اختیاری من نیست. بلال حبشی مرتبه را ببین. بلال حبشیه که محبتی که بلال با پیامبر داشت دیگرها نداشتن. اگر چنده که چهار یارا بودن، خلفای راشدین بودن، بلال ببین که وقتی که پیامبر از دنیا گذشت ترک مدینه کرد، در مدینه ایستاده نتونست دیگر. از عشق رسول الله را که من از آن بگم پیامبر در مسجد نباشد، گفته طاقت نداشت. تا وقتی که از کوفه گشت آمد همه مجبورش کردن. امام حسن، امام حسین، گوشوارای عرش، شابان اهل جنت، نبیره های رسول الله، فرزندی فاطمه زهرا، فرزندی علی مرتضی، گفتن ای بلال تو از آنگوی بابای ما بودی، از آنگوی محمد صلی الله علیه وسلم بودی، ما میخوایم که یک بار از آن بگوی، ما همچنان تصور کنیم که رسول خدا صلی الله علیه وسلم با ماست. بلال با عهده نگرفت، با گردن نگرفت تا زمانی که بسیار زاره کردن. بلال گفت میلش، گفت به خاطر که شما جگر گوشه رسول الله هستین باری از آن میگم. وقتی که صدای بلال برآمد، همچنان که در زنده بدن رسول الله که صحابه میشنیدن، 9 تا از ازواج مطهرات، مادرها و زنهای رسول الله، حجره ها که در اطراف مسجد نبوی هر کدامش مهری داشت، اطراف مسجد نبوی خانه ها بودن مهری داشتن. وقتی که آوازی بلال رسید، 4 مراتب تکبیر گفت، اشهد ان لا اله الا الله گفت. همین آوازی بلال بلند شد، همه در خاندانش به مثل دیوانه شد که صدای بلال است مگر پیغمبر حاضر شده باشد. همه مهری ها را کشاده میکردن، ازواج مطهرات مهری ها را کشاده کردن به یاد رسول الله. آنچنان ماتم میکردن که مردم خیال کردن که قیامت خواهد شد. صحابه ها آواز بلال شنیدن، همه دوان و تازه با مسجد آمدن، تا جایی که بلال نام پاک رسول الله اشهد ان محمد رسول الله گفتند، بیهوش شده دیگر از آن داده نتانست. چنین بلال بود.